Bismillahirrahmanirrahim. Biz müsafirini Qatar Təbriz Məşhədik ki, bugün səhər saat 7 mizanında hududən beyni Damğan və Simnan bir daha Qatar daldan gəldi vurdu bizim Qatarımıza. Mütəəssifanə bu hadisədə çoxları canını əldən verdilər. Hududən bir dənə vaqon və əlavə neçə dənə müsafir daldılar ki, Qatardan ki, hududən 50-60 nəfər olardılar. Mütəəssifanə imdad risanə əslən əncam tapmadı. Qar yağmışlar, uşaq töküldü eşiyə. 15 kilometr qabaqlıq ambulansla helikopter gəldi, məsumlar 260-lıq Qatarın kəfini oradan bizdən təhvil aldı. Bizdə indi gəliblə Damğanda töküblə yerə bir nəfər pasovku dəyib, 6-7 saatdır buradayıq, deyirlər ki, nahar verəcək, maşınla yollayaq ki, yenə cavab qudərlər. Mütəəssifanə əxbarda bəzi şeylər iştibahi ilə olub, bu pəxş eləyin ki, hamma bilsin cəryanında mənadır. Bizlərə heç kəs buradan gəlib başsa. وزیر الان داره اینجا صحبت میکنه که لحظه اول رسیدیم اونجا ساعت 7 تصادف شده ساعت 10 هیچکی نبود بعد از که همه مردن جان دادن تموم شده رسیدن اونجا ساعت کدوم امداد ساعت امداد رسیدن اونجا چیکار کردید با دست دو تا هلیکوپتر اومده دنبال کپسول آتش نشانی میگشت اورژانس نازال هلیکوپترش دنبال کپسول آتش نشانی میگشت که ببره اونجا گفتم عزیز من اونجا با 100 تا کپسول هم خاموش نمیشه. این همه جان دادن اونجا. کجا بودن این مسئولین؟ دوستان بغلم جان کجا بودن؟ من میگم بیرون مسئول. اگه قطار خرابه چرا فرستاده دوده؟ 36 دقیقه ما تصادف کردیم. قطار بهمون خورده. 10:30 هلیکوپتر اومده. آمبولانس اومده 10:30. ست بخیه نداشتم ما پرستار داشتیم تو قطار. ست بخیه نداشتم. به خدا بتادی نداشتن که سر شکسته بود. خون من ملافه رو گذاشتم تو سر. همشهریای ما جون دادن. حالا وزیر اینجا بیاد بگه که لحظه اول ما رسیدیم اونجا. 2 ساعت و نیم بعد امدادگرا رسیدن اونجا، آتش نشانی رسیدن اونجا. کجا رسیدن؟ بعد از که رسیدن اینا هیچ امکاناتی رو نداشتن؟ نه اصلا هیچ چیزی نداشتن. تو بقیه خواستیم ندادن بهمون. گفتن نداریم. مسیر نبود نمیتونستیم بیایم اینجا. تازه تو محل آتش سوزی هم نبود. قطار کشیدن جلو. بعد اونجا چند تا آمبولانس 3 تا 4 تا آمبولانس اومده 2 تا هلیکوپتر. هیچ امکاناتی هم نداشتن. ست بقیه خواستیم ندادیم بهمون. آتل نداشتن. هیچ امکاناتی نداشتن. بعد از 3 4 تا پلاکارد آمدن که معذب بزن تو آمبولانس و تو هلیکوپتر. بس سلام. وضعیت مجروح اون چه شکلیه؟ معلومه که الان تو بیمارستانه. اونایی که صبح همه‌شون تموم شده. خدا رحمتشون کنه. 2 ساعت بود بازگرد نیومده بود. اصلا هلالتن نیومده. همه‌شون بچه یکیای خورده بودن. همه دوالا پرپر زدن. طرف داشت یه نفر نیومد. فلان چیز بود همه‌شون پرپر زدن. طرف داشت زام میداد. همه به خاطر ساعت سرداری میکردیم. همه‌شون رفتن. یه نفر بود تا ساعت خانواده‌اش از دست داده بود پولتا. میگفتن بدبخت بودن. 2 تا بچه داشت. یکی 9 سال یکی 4 سال. میگفت بچه 4 سالم نیم ساعت قبل گفت بابا مشهد چه شکلیه؟ دیوونه میشد. حاج مهدی